خب امروز قسمت دوم از داستان حکیم ابن حزام رو میخوایم با هم بخونیم. صحابی پیامبر، شخصیتی گفتیم دوست پیامبر بود، پسر برادر ام المؤمنین خدیجه بود. خدیجه عمش حساب میشد و انسان با خردی بود، انسان خیرخواهی بود، کسی بود که مسئولیت ویژه رو برای کمک به مسافران و بالاخره حجاج و درماندگان و آسیب دیدگان داشت. یه پست خاص و ویژه‌ای که در اون موقع بود. اما متاسفانه عوامل متعدد مانع از این شد که ایشون مسلمان بشه تا زمان فتح مکه. 20 سال بعد از اسلام گذشت و گفتیم بعد از این همیشه ایشون انگشت ندامت رو بر دهان داشت و گاز میزد و میگفت من چه اشتباه کردم و چه فرصت‌ها رو از دست دادم. و پدرش میگفت بابا چرا گریه میکنی؟ برای اینکه میگفت 20 سال رو من از دست دادم، 20 سال فرصت. الان حاضرم کاش تمام این دنیا رو در اختیار میداشتم، میدادم و اون فرصت‌ها رو از دست نمیدادم. و همیشه در فکر این بود که بتونه خودش و روح و جان زندگی خودش رو در راه مسیر اسلام قرار بده. و اشاره کردیم که اون دارالندوه‌ای که بود قریش در اونجا شرکت داشت، اینو فروخت ایشون و اینو در راه خدا همه این پولها رو داد و گفتن چرا این کار کردی؟ منطقه تاریخی بود فلان، گویا محلی بود که علیه اسلام توطئه می‌کردن درش و اینو من میفروشم که دیگه این بره الان از خاطره ها و از طرفی این با این صدقه و خیراتی که میدم در راه خدا برای خودم خونه ای رو در بهشت میخرم. نقل شده حکیم ابن حزام بعد از اینکه مسلمان شد حج کرد. در یکی از این حج هایی که انجام داد 100 تا شتر رو مزین کرد، زیبا کرد، با وضعیت خیلی خوب، با مثلا اون مثلا امکاناتی که روی یک شتر مثلا خاص قرار میدن. بعد اونها رو آورد برای قربانی، همه رو در راه خدا قربانی کرد. همه رو در راه خدا قربانی کرد. در حج دیگه این نقل شده که ایشون در عرفات ایستاد، با خودش 100 تا برده آورد. 100 تا برده آورد و همه اینها رو یکی پس از دیگری آزاد کرد، همه رو در راه خدا آزاد کرد. و نقل شده مثلا در مورد این که ایشون تا میتونه صدقه و خیرات میداد. در حج سوم یه حج بار دیگه میگن حج کرد که میگه در برابرش 1000 تا گوسفند بود، 1000 گوسفند با خودش همراه داشت و خون همه اینها رو ریخت و در راه خدا قربانی کرد و گوشتش رو بین فقرا و نیازمندان تقسیم کرد. به هر طریقی میخواست کمک بکنه. بعد از جنگ حنین نقل شده در مورد عبدالله ابن حزام که میگه غنایم زیادی خب بالاخره اونجا به دست اومد و ایشون اومد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و خب یا رسول الله خب به من هم از این غنایم بده. خب ایشون هم در این جنگ شرکت کرده بود و خب تازه اسلام رو آورده بود دیگه، میدونید تازه عهد تازه‌ای داشت با اسلام، یعنی مسلمان تازه مسلمان بود، خیلی حقایق هم نمیدونست. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت نگاه کن حکیم، این مال دنیا خیلی شیرینه، مال دنیا خیلی فریبنده است. کسی که این مال رو بگیره اگر با اون نیت بخشندگی بگیره، با نیت این بگیره که از این مال استفاده بکنه، خداوند بهش برکت میده. اما این مال دنیا رو اگر کسی گرفت با نیتی که این مال رو فقط در راه اسراف و خوردن و نوشیدن و فخر فروشی ازش استفاده بکنه، خدا درش هیچ برکتی نمیده. بدون دست بالا بهتر از دست پایینه، یعنی دست بخشنده. خب در اونجا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بهش از اون غنایم جنگی غنایم زیادی هم داد. حکیم ابن حزام وقتی این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله رو شنید گفت یا رسول الله، قسم به کسی که تو رو به حق فرستاده، از این لحظه به بعد من از احدی جز تو چیزی رو دیگه درخواست نخواهم کرد. شما آخرین کسی هستی که من چیزی رو درخواست کردم تا روزی که من از این دنیا برم. و حکیم ابن حزام میگن به این قسمی که خورد وفادار بود تا روزی که مرد. در زمان ابوبکر صدیق اینو خواست تا از اون چیزی که بالاخره عطایایی که بالاخره از بیت المال و بالاخره غنایم جنگی میومد بده به این بده، این قبول نکرد. در زمان خلافت عمر رضی الله عنه همجوری عمر خواست به این چیزهایی رو بده، باز همین قبول نکرد. آخر عمر بلند شد، هر کار میگه اون قبول نمیکرد. آخر عمر بین مردم بلند شد گفت ای مردم مسلمانان، شما شاهد باشید که من به این حکیم میگم تو بیا بگیر سهم خودتو، این غنایم و بالاخره چیزی که مال تو هست عطایا. ایشون قبول نمیکنه، فردا نگن که عمر نداده. ولی میگه همچنان حکیم ابن حزام این گونه بود تا با همین نیت از این دنیا رفت و هرگز خودش رو دیگه درگیر دنیا و مسائل دنیوی نکرد. نکته خیلی جالبی که از ایشون نقل شده، میگن ایشون در سال 54 هجری از دنیا رفت، در سال 54. و حکیم ابن حزام
میگن زمانی که زمان مرگش بود میگفت لا اله الا الله قد کنت اخشاک، ای خدایا لا اله، میگفت من قبلا از تو میترسیدم اما امروز نمیترسم، امروز که مریم نزدیکه. چرا که میگن اون فقاهت داشت، فهمیده بود جریانشه، میدونست رحمت خدا چگونه هست. تقریبا در مسندی که در احادیثی که ازشون نقل شده 40 حدیث هست که در کتاب‌های صحیح اومده و البته میگن 4 حدیث هم به عنوان حدیث متفقون علیه هست. امام ذهبی جالب میگه در روز فتح مکه ایشون مسلمان شد، در اون زمان اسلامش هم حسن اسلامه، اسلامش هم به نیکی و خوبی تمام شد. در جنگ حنین ایشون شرکت در فتح طائف اونجا حضور داشت و میگه از بزرگان و شرفا و عقلاء قریش بود و جزو برگزیدگان بود. امام ذهبی نقل میکنه خدیجه عمه ایشون بود، زبیر حواری رسول الله میگه ابن عمهی، پسر عمه ایشون حساب میشد. خیلی جالبه، حکیم ابن حزام میگه عاقل ترین شخصی بود که در اون زمان بود و خودش میگه من بیاد میارم. من گفتم که اون لحظه ای که عبدالمطلب میخواست عبدالله پسرشو ذبح بکنه تا اینکه تصمیم گرفتن که در بجاش نظری بدن. نکته ای که اینجا وجود داره، حکیم ابن حزام پدرش که حزام باشه و خودش در جنگ فجار، یک الفجار، جنگ های معروفی بود که در جاهلیت اتفاق افتاد، شرکت داشتن و در اون جنگ پدر ایشون کشته شد که این جزء تواریخ جاهلی هست که در این مورد نقل شده. نکته ای رو من میخوام اینجا ذکر بکنم در مورد یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم که در پایان این داستان حکیم ابن حزام میخوام امروز بگم، اونم اینه: الله بندگانش رو دوست داره، بی نهایت بنده هاشو دوست داره و برای هدایت بندگانش پیامبران رو یکی پس از دیگری فرستاده. در هر امتی خداوند بیم دهنده‌ای فرستاده، ان من امت الا لها نذیر. در هر امتی بیم دهنده‌ای اومده، چرا که تا مردم هدایت بشن، مردم رها نشدن. محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان آخرین پیامبر فرستاده شده برای جهانیان. یاران پیامبر و اصحاب پیامبر هم به همین منظور زندگی خودشون رو، آسایش خودشون رو، آرامش خودشون رو، همه رو قربانی این کردن که اسلام رو به جهان برسونن. و این که میبینید اسلام امروز در سر جهان این چنین گسترش پیدا کرده، در واقع نتیجه جانفشانی اونهاست. یک نکته در این دعوت‌های اسلامی وجود داره در نسل اولیه که این خیلی اهمیت داره و برای هر انسانی میتونه مهم باشه. تصور کنید قرآن میگه شما قبل از اینکه این دین بیاد در لبه های پرتگاه بودید، یعنی در اوج جهالت، در اوج فحشا، در اوج جنایت، در اوج فساد، در اوج ظلم، در هر گونه از رفتارهای زشت، شرک، خرافات که اگر می‌مردید دیگه تموم بودید. اما این اسلام اومد شما رو نجات داد. وقتی زندگی یاران پیامبر رو میخونیم، چه اونهایی که از اولین لحظات اسلام رو پذیرفتن، ابو بکر و علی و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف و سعد و همینجوری میایم تا ابو حذیفه و یکی تا مثلا میرسیم به عمر و اینها، چه اونهایی که بعداً اسلام رو پذیرفتن بعد از مهاجرین و انصار. ببینید هر کسی مراحل زندگیش چه بود و چگونه بوده. زندگی دوران جاهلیت اونها رو نگاه بکنیم و زندگی بعد از جاهلیت که اینی که مسلمان میشن، تغییراتی که در زندگی پدید میاد. ما در چند جلسه قبل زندگی وحشی رو گفتیم. ببینید یک شخص در بدترین شرایط قرار میگیره، وقتی که اسلام رو میپذیره همه تمام میشه. زندگی اصحاب پیامبر به ما آموزش میده که اگر تو هر چقدر بد باشی، هر چقدر بد رفته باشی، هر چقدر گناه کرده باشی، هر چقدر در غفلت بوده باشی، هر چقدر ظلم کرده باشی، هر چقدر در شرک و خرافات فرو رفته باشی، در هر شرایطی باشی، وقتی برگردی به سوی خدا، برگردی به سوی بندگی خدا، شرک و خرافات و فساد رو رها بکنی و تابع دین خدا، قرآن خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم بشی و سنت صحیح پیامبر رو بپذیری به عنوان قانون برنامه زندگی در کنار کلام الله رب العالمین، تو نجات پیدا میکنی. تو نجات پیدا میکنی. یعنی زمان دیر نیست.
این اصطلاحی که هر وقت ماهی رو از آب بگیرن تازه است، دو جا فقط کاربرد نداره. یکی لحظه‌ای که قیامت میخواد بشه که ما اون لحظه رو نمیدونیم کیه، یکی لحظه‌ای که نفس ما به اینجا میرسه. البته ما نمیدونیم کی میمیریم. آیا لحظه‌ای بعد خواهیم مرد، فردا خواهیم مرد، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه؟ همین الان باید توبه کنیم. هر چقدر در بدی، در زشتی فرو رفتیم، فکر نکنیم راه برگشت نیست. راه برگشت هست. میتونیم خوب بشیم، میتونیم بهترین بشیم. یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم از پرتگاه جاهلیت، از بدترین شرایط تبدیل شدن به ستارگان آسمانی، ستارگان هدایت که خداوند شاهدانی برای مسلمانان تا قیام قیامت قرار داده. پس من و شما هم میتونیم خوب بشیم، به شرطی که بخوایم. داستان یاران پیامبر، صحابه پیامبر برای توی جوان، توی نوجوان، توی مسلمان، از دختر و پسر در هر سن و سالی که هستی، داستانی است برای اینکه ایمانت رو تجدید کنی، به سوی خوبی بیای، به سوی نجات بیای، به سوی نور بیای، از تاریکی و ظلمت و پریشانی و عصبیت و اینها رها بشی. تا روز دیگه و داستان دیگه در پناه خدای مهربان باشید. خدا یار و نگهدارتون.